سلام، موضوع امروزی درسی ما تقسیم شوی حجیره های جنسی یعنی میوز. پیش از آن که موضوع امروزی خویش رو شروع کنیم یک اعلان رو واسه شما رسوندنی هستم. در یوتیوب یک کانال نو اینتلیکت نورولوژیا دایر به سیستم عصب و بیماری اون با دو زبان درس گفته می شود. یک بار دیده برای حالا ما شروع میکنیم موضوع امروزی خویش رو. پیش از آن که ما تقسیم شوی حجیره جنسی یعنی میوز رو شروع کنیم حتمی چی رو دیدن در کار؟ اینترفاز این دوره تئوری حجیره با تقسیم شوی. پیش از دل خواهنمود تقسیم شوی حتمی باید شود حجیره اول تئوری بیند، بعد از تئوری دیدن او شروع میکنند به چی؟ به تقسیم شوی. اینترفاز خواه بروی میتوز خواه بروی میوز در همه جا اینترفاز یک نمود است. مثلا همین اینترفاز سه دوره داره G1 S G2. ما در موضوع میتوز این رو گفته بودیم، با یک بار دیگر خود یادداشت میکنیم. دوره یکم نام داره G1 که پیش از سینتتیکی، دوره دوم دوره سینتتیکی، دوره سوم شد دوره بعد سینتتیکی. در دوره سینتتیکی از همه دوره درازترین و دوره کلانترین به حساب رفته. تمام فعالیت های خود را حجیره محض در همین دوره اجرا میکنند. تمام فعالیت وظیفه خود را اجرا میکنند و مثل سبزت همه کارها را محض در همین دوره اجرا میکنند. این دوره یکم روندهایی که به عمل میاد چی؟ یکمش این چی است؟ سبزش حجیره، یعنی حجیره محض در همین دوره G1 میسبزد و اندازه اون چی میشود؟ اندازه اون طرف کلان شدن میگیرند. دوم خیلی که ما میدونیم برای سبزش به ما چی لازم است؟ سفیده ها هست. سفیده چرب و کربوهیدرات اصلا سفیده از هم زیادتر سفیده. از این رو در این دوره چی حاصل میشود؟ ارگانویدی که سفیده رو سینتز میکنه، یعنی ریبوسوم چی میشود؟ سینتز میشود، یعنی سینتزی ریبوسوم. و سیوم جریان در اینجا حاصل می شود، یعنی سینتزی یا جمعشوی نوکلیوتیدهای چی؟ کادئین. جمعشوی نوکلیوتیدهای کادئین. برای چی نوکلیوتیدهای کادئین در دوره سینتتیکی چی؟ حساب این نوکلیوتیدها چی می شود؟ کادئین دوچند میشه. و سینتزی فرمنتی کادئین پلیمرازه. این فرمنتی که در روند دوچندشوی مولکول کادئین چی میکنه؟ اشتراک میکنه. و جز این ماده که ما جریان‌هایی که نامبر کردیم، باز مثلا سینتز ATF، سینتز دیگر نمودهای کایرین در این دوره نیز به عمل میاد. و دوره دوم دوره چی؟ سینتتیکی که در این دوره چی به عمل، کدام جریان به عمل میاد؟ دوچندشوی مولکول کادئین، رپلیکاسیون یا میگن چی؟ ریدوپلیکاسیون مولکول کادئین. رپلیکاسیون مولکول کادئین. رپلیکاسیون مولکول کادئین چی معنی داره؟ دوچندشوی مولکول کادئین. و دوم جریان دوچندشوی سنتروسوم. سنتروسوم این چیه؟ مرکز حجیره. مرکز حجیره در بعضی جا شما ببینید دوچندشوی چی؟ سنتریول هم میگن. دوچندشوی سنتروسوم مرکز حجیره در بعضی جا شما اگر دید دوچندشوی سنتریول هم این هم چی؟ درست میشه. و در دوره بعد سینتتیکی باشد، در دوره بعد سینتتیکی در اینجا نیز ATF سینتز میشود، کایرین ها نیز حاصل میشوند. و دوره بعد سینتتیکی، در دوره بعد سینتتیکی اصلا کدام جریان به عمل میاد؟ در دوره بعد سینتتیکی از همه جریان مهم روند مبادله ماده طرف چی میشه؟ سوس میشه. سوسشوی روندهای مبادلوی سوسشوی روندهای مبادلوی، یعنی مبادله ماده سوس میشه. و اصلا سینتزی سفیده تورهای اخروماتینی
سینتزی سفیده تورهای اخروماتینی. سینتز سفیده تورهای اخروماتینی دسته مواد ژنتیکی. ببینید دسته مواد ژنتیکی در دوره چی؟ در دوره G1 در دوره G1 دسته مواد ژنتیکی ببینید 2N 2S هستن. 2N 2S معنی 2N 2S چی معنی دارد؟ 2N 2S یعنی این خروموسوم است. یعنی خروموسوم ها جفتن. خروموسوم ها جفت که اگر هر یک خروموسوم اگر جفتی خود را داشته باشد این می شود چی؟ 2N و 2S گفتگی این جفتی خروموسوم ها یک تایی خروماتید دارند نه S. یک تایی مولکول کدین دارد. یک S 2S می شود چی؟ 2S 2N 2S. وقتی که این حالات ببینید در این مورد نیز مواد ژنتیکی 2N است یعنی خروموسوم جفت خود را دارد اما فرقیتش از حالت اول در آن است که در اینجا هر یک خروموسوم دو تایی خروماتید دارد یعنی دو تایی مولکول کدین دارد. در اینجا 1 2 3 4 تا میشد 4S و در این مورد هر یک خروموسوم یک تایی خروماتید دارد. فهمو؟ خلاصه در دوره G1 مواد ژنتیکی 2N 2S است یعنی خروموسوم چنین شکل دارند. هر یک خروموسوم جفت خود را دارد یکی از پدر یکی از مادر اما خروموسوم های از یکتایی خروماتید عبارتند یک تایی خروماتید دارند. در دوره سینتتیکی این خروماتید ها جفت دیگر خود را چی میکنند؟ خروماتید جفت دیگر خود را حاصل میکنند. همین طور بود اگر در این مورد چی میشود؟ دوچند میشود که مولکول یک مولکول کدین داشت بعد از دوچند شدن دو تا میشود. این هم چی؟ دوچند میشود. و در نتیجه دسته مواد ژنتیکی چی گونه میشود؟ جفت است. حالا هم G 2N اما چند S 4S 1 2 3 4S. بعد در دوره بعد از سینتتیکی مواد ژنتیکی عوض نمی شود. همین چی گونه که بود همین خیلی میموند یعنی 2N 4S و در حالا ما شروع میکنیم با تقسیم شوی میوزی. در پروفاز یک میوز دسته مواد ژنتیکی چنین است و همین گونه با تقسیم شوی میوزی خواه میتوز باشد خواه میوز باشد چی میکنن؟ شروع میکنن. حالا ما دیدم میباریم چی؟ تقسیم شوی میوزی رو ببینید. تقسیم شوی حجره های جنسی ما در میتوز تقسیم شوی حجره های جسمی بود داشتیم پروفازا، متافازا، آنافازا، تلافازا و در میوز ما داریم میوز یک میوز دو. تقسیم شوی حجره جنسی میوز یک میوز دو. میوز یک رو میگن ردوکسیونی میوز یک رو میگن چی؟ ردوکسیونی. و میوز دو رو باشد میگنش اکواتسیونی. اصلا میوز این خاص تقسیم شوی حجره جنسی می باشد که دسته مواد ژنتیکی دو مراتب چی می شود؟ کم می شود. دو مراتب کم می شود و میوز یک دارد کدام دارد؟ پروفازا یک پروفازا، متافازا، آنافازا، تلافازا تنها چی میمونن؟ یک پروفازا یک، متافازا یک، آنافازا یک، تلافازا یک. چقدر میگذره؟ یکم بعد از دوره G2 شروع میشد پروفازا یک. بعد از پروفازا یک چی میشد؟ متافازا یک، بعد آنافازا، بعد تلافازا. بعد از تلافازا کدام دوره شروع میشود؟
یعنی دوره چی؟ اینترکینز. یعنی اینترکینز این بین میوز یک میوز دو یک دوره کوتاه بین میوز یک میوز دو چی میشه؟ اینترکینز. اینترکینز از اینترفاز چی فرق دارد؟ دانید که در دوره اینترکینز کدام جریان به عمل نمیاد؟ رپلیکاسیون مولکولای کدین. ببینید رپلیکاسیون کدین، یعنی دوچندشوی مولکولای کدین چی؟ دوچندشوی مولکولای کدین به عمل نمی آید. فهمید در اینترکینز دوچندشوی مولکولای کدین به عمل نمیاد و بعد از اینترکینز شروع میشه دوره چی؟ شروع میشه دوره پرافاز دو. بعد از پرافاز دو متافاز دو، بعد از اون چی میشود؟ آنافاز دو، بعد از آنافاز تلافاز و در نتیجه بعد از تلافاز از یک حجره اوله ببینید در نتیجه میوز یک حجره اوله داشتیم، از اون حاصل میشد چی؟ دو حجره نو، دو حجره حاصل میشد و این دو حجره به میوز دو میگذشت، از اونها چی میشد؟ از اونها باز دو حجره دیگر حاصل میشد. خلاصه بعد از اون که میوز دو به اتمام میرسه، از یک حجره اوله ابتدایی حاصل میشه چند تا؟ 4 تا حجره دیگر حاصل میشه. 4 تا حجره از یک حجره اوله چند تا حجره حاصل میشه؟ 4 تا حجره که دسته مواد ژنتیکی نسبت به حجره اوله چی؟ 2 مراتب کمتر است. این بود رفتی میوز. حالا ما هر یک دوره میوز رو چی دیده میباریم؟ هر یک دوره میوز رو با پورگی دیده میباریم. پرافاز یک میوز از همه دوره درستترینی فازهای میتوز به حساب میرود که 95% رو چی میکنه؟ در بر میگیره. 95% و حجره که حالا از چی؟ حجره که حالا از G2 یعنی بعد از میتوزی شروع میکنه با پرافاز یک، با پرافاز یک دسته مواد ژنتیکیش 2N 4S هستن. 2N 4S میباشه. ببینید کدام حادثه روی میدید. بعد پرافاز یک میوز 5 دوره دارد. یکم دورهش نام دارد لیپتونما، یا اینکه میگن دوره رشته های باریک. دوره رشته های باریک و در این دوره اسپیرالیزاسیون یا اینکه کاندنساسیون میگن. کاندنساسیون خروماتین به عمل میاد. کاندنساسیون خروماتین. در دوره لیپتانیم اسپیرالیزاسیون خروموسوم که شکلی رشته شکل است خروماتین آن پیشرفت خورده و چی مبادل میگردد؟ به خروموسوم مبادل میگردد. ببینید پیشرفت خورده چی میشود؟ خروموسوم میشود. پیشرفت خورده خروموسوم میشود. خروماتین میشه. خروموسوم میشه. دوره دوم نام دارد زیگونیما. دوره پیوست شوی یک شوی معنیش چی؟ پیوست شوی. در این دوره همین خروموسوم های گومولوژی چی میشن؟ با هم دیگر نزدیک میشن، جفت میشن که این جریان رو چی میگن؟ کنیوگاسیون چی خودش؟ کنیوگاسیون این جفت شوی خروموسوم گومولوژی. وقتی خروموسوم گومولوژی با هم دیگر نزدیک میشن این جریان رو چی میگن؟ کنیوگاسیون. نویسیم کنیوگاسیون این چی؟ جفت شوی خروموسوم های
گومولوژی. کلمه گومولوژی. گومولوگ چی معنی دارد؟ گومولوگ خروموسومی که شکل، اندازه و مقدار گن‌های با هم مانند دارند. این خروموسوم‌های گومولوژی میگن که یکی از پدر، یکی از مادر میباشد. مثلا جفت یکم اگر کاریوتیپی ما را ببینیم مادام جفت یکم در یکم جفت دو خروموسوم جایگیر است. یکی از پدر، یکی از مادر، آنها با هم دیگر مانندند از جهت شکل، اندازه، مقدار گن‌هایشون. از این سبب آنها را چی میگن؟ خروموسوم‌های گومولوژی. و این خروموسوم‌های گومولوژی جفت یکدیگر رو جستجو کرده کوفته با هم دیگر چی میشن؟ نزدیک میشن، پیش هم دیگر میان. فهمو؟ این دوره رو میگن دوره کنیوگاسیون. خروموسوم‌های گومولوژی با هم دیگر چی میشن؟ نزدیک میشن، حرکت کردن نزدیک هم دیگر میان. و حالا حالتی نزدیک شده آنها و الان جفت خروموسومایی که با هم دیگر نزدیک شدن، جفت خروموسوم با هم دیگر نزدیک شده را چی میگن؟ بیوالنت. 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 یک جفت که بی معنای بی دو جفت خروموسوم با هم دیگر بیوالنت. اصلا که چهار تا چی دارن؟ کدنی که خروماتید دارن، باز چی هم گفتن ممکن؟ تترادا. جفت خروموسوم با هم دیگر نزدیک شدن بیوالنت، یا چی میگن؟ تترادا. و دوره سیوم شروع می شود، نام دارد پاخیتنا. پاخیتنا این دوره رشته های قفس. اگر لیپتانه رشته باریک باشد، پاخیتنا رشته قفس می باشد، رشته قفس. و در اینجا جریانی کراسینگوور با عمل میاد. کراسینگوور میشود تاجیکاتی چلیک شوی. چلیکی شوی. کراسینگوور این چی میگیم؟ چلیک شوی. کراسینگوور چلیک شوی. الان همین جفت خروموسوم با هم دیگر نزدیک شده، قسمای با هم مانندی خروموسوم گومولوژی را چی میکنند؟ این خروماتید های گومولوژیشون رو عوض میکنند. حالا یک بار نشان میدیم. در این منطقه ببینید خروموسوم ها قسم خود را چیکار کردن؟ عوض کردن. خروموسوم ها خیلی شد قسم خود را عوض کردن. لکه خروموسوم ها قسم به هم مانند خود را عوض کردن. یعنی در پاخیتنا کراسینگوور چلیک شوی چی اخداش؟ کراسینگوور چلیک شوی خروموسوم های گومولوژی خروماتید های خود را عوض میکنند. ببین خروماتید های خود را چیکار کردن؟ عوض کردن. فهمو؟ خروماتید های خود را عوض کردن یعنی مبادله گن ها با هم اومد. این یکی از سبب های اساسی تغییر پذیری می باشد. و چهارم دوره نام دارد دیپلاتنا. دیپلاتنا اصلا جداشوی. جداشوی خروموسوم های گومولوژی. جداشوی خروموسوم های گومولوژی بین آنها قوه تلادهی پیدا می شود. آنها از همدیگر آهسته آهسته جدا می شود.
اما در جایی که چلیکی شدن این منطقه از همدیگر جدا نمیشه و این منطقه رو چی میگن؟ این منطقه رو خیازما میگن. اینجا نویسیم یعنی خیازما. فهمو؟ خیازما کجا خیازما؟ انا این منطقه. انا این منطقه که حالا جدا نشن این منطقه رو چی میگن؟ خیازما. فهمو در جایی که از همدیگر خروموسوم چلیک شده جدا نمیشه. دوره پنجم نام دارد دیاکینز. در دوره دیاکینز چی میشه؟ جلد یادرو نصف میشود، یادروچه نصف میشود. جلد یادرو و یادروچه نصف میشود. جلد یادروچه نصف میشود. این چونین سنتریولا ها بعد از این سنتریولا با قطبه حجره حرکت میکنن. سنتریولا با قطبه حجره حرکت میکنن یعنی رفتن میرسن و از آنها چی حاصل میشود؟ از آنها تورهای اخروماتینی این سفیده های تورهای اخروماتینی حاصل میشوند. فهمو؟ این بود دوره پرافاز یک میوز و 5 دوره که در آن دیده میشدن. دوره لیپتانما یعنی اسپیرالیزاسیون خروموسوم با عمل میآید. در این دوره چی شد؟ خروموسوم چی شدن؟ اسپیرالیزاسیون شکل ریشته. این شکل ریشته بود که یعنی چی شدن؟ اسپیرالیزاسیون شدن. اسپیرالیزاسیون میشن. اسپیرالیزاسیون خروموسوم ها چی میشن؟ اسپیرالیزاسیون میشن. خروموسوم اسپیرالیزاسیون شدن. دوره دوم زیگانما پیوستگی یعنی کانجوگاسی خروموسوم گومولوژی با هم دیگر نزدیک میشود. بعد از این پخیتن خروموسوم گومولوژی چیکار میکنن؟ قسمای با هم مانند خود را ایواز کردن. در دوره دیپلاتین از هم دیگر جدا شدن و این منطقه‌ای که صلیب شد چلیکی شد این منطقه از هم دیگر جدا میشه که اون رو چی میگن؟ خیازمه که صلیب شدن. و در دوره دیاکینز باشد چی می شود؟ جلد یادرو و یادروچه نصف می شود. جلد یادرو و یادروچه نصف می شود و سنتریولا ها باشد با قطبه حجره روان می شود. اگر همین رو فهمیده باشد دیگر قسمتش یگان مشکلی ندارد. حالا ما باید ما رسیدیم پرافاز رو حالا شروع میکنیم چی؟ متافاز، انافاز و تلافاز رو ببینید که این متافاز در متافاز کدام جریان ها روی میدهد؟ یکم جریان خروموسوم های گومولوژی در مرکز حجره چی میکشند؟ صف میکشند. خروموسوم های گومولوژی در مرکز یا اکواتور همواره اکواتور صف میکشن. ببینید خروموسوم های گومولوژی در همواره اکواتور صف میکشن. پلاستینکای متافازگی را حاصل میکنن. چی رو؟ پلاستینکای متافازگی. پلاستینکای متافازگی رو و دویم جریان همین در خیلی که ما میدیم در پرافاز تورهای اخروماتینی حاصل شدگی بود که و همین تورهای اخروماتینی اومده با چی پیوست میشوند؟ با کینتوخوری انم تورهای اخروماتینی اومده با چی؟ با کینتوخور خروموسوم گومولوژی پیوست میشن. با کینتوخور خروموسوم گومولوژی پیوست میشن و در نتیجه متافاز با آخر میرسد و شروع میشد انافاز یعنی تورهای اخروماتینی با سفیده کینتوخور پیوست میشه. یا در بعضی جا سفیده کینتوخور نداده میگه با مرکز حجره و
و مرکز حجره سنترومر مرکز حجره سنترومر مرکز خروموسوم و با مرکز خروموسوم چی میشه پیوست میشه. این مرکز حجره از مرکز حجره با مرکز خروموسوم مرکز حجره سنترومر مرکز حجره سنتروسوم که از دو سنتریول عبارت است با مرکز خروموسوم سنترومر چی میشه تروی اخروماتین رو روان میکنه. یعنی از سنتریول ها با کجا با سنترومر ها تروی اخروماتین اومده پیوست میشه. فهمو؟ و در اینجا متافاز با آخر از انافاز شروع میشه و در نتیجه ببینید در انافاز این تروی اخروماتینی چی میشه کوتاه میشه. تروی اخروماتینی کوتاه میشه و تروی اخروماتینی کوتاه میشه و با قطب‌های حجره از این جفت خروموسوم گومولوژی یکیش با یک قطب دیگری با قطب دیگر چی میکنه حرکت میکنه. و در بعضی جا امیره چنینم تصویر کردن ممکن. دقت که یعنی کنیوگات چلیک شده با عمل اومده که قسمت چلیک شده و در اینجا نگفتن نموده که خروموسوم های گومولوژی در مرکز حجره جفت پیوست میشن جایگیر میشن. در میتوز یادتون نباشه در مرکز حجره خروموسوم هم خیلی قطار شده بودن جفت نبودن. از این رو وقتی که تروی اخروماتینی پیوست شد تروی اخروماتینی هنگام جای خروماتید ها را جدا کرد و در میتوز در میوز باشه در متافاز خروموسوم گومولوژی جفت صف کشیدن و هنگام کشیدن چی با قطب رفت خروموسوم ها با قطب رفت. فهمو؟ در میتوز باشه در مرکز چی خروموسوم جفت همین یک تاگی جدا صف کشیدن و هنگام با قطب رفتن در انافاز چی با قطب رفتگه خروماتید ها با قطب چی رفتگه خروماتید رفت. فهمو؟ یعنی در انافاز یکم جریان کوتاه‌شوی تروی اخروماتینی کوتاه‌شوی تروی اخروماتینی دوم خروموسوم های گومولوژی از همدیگر جدا شده با قطب حجره روان میشن. یعنی جدا شوی خروموسوم های گومولوژی و با قطب ها حرکت آنها. یعنی این قسمت را چی میگن قطب های حجره حرکت آنها و بعد از انافاز شروع میشه چی تلافاز. در تلافاز ببینید که این خروموسوم که از هم دیگر جدا شدن با قطب های حجره رفته میرسن در نتیجه در داخل حجره چی حاصل میشه دو تا یادرو حاصل میشه و در داخلش این خروموسومی که در با قطب ها رفته بودن یعنی ببینید یکم جریان در داخل حجره در تلافاز در داخل حجره چیز میشه دو تا یادرو میشن در داخل حجره دو تا یادرو حاصل میشه بعد در پرافاز ما گفتیم تلافاز مقابل پرافاز است. در پرافاز اسپیرالیزاسیون خروموسوم با عمل می اومد.
در تلفظ باشد دسپرلیزاسیا. این خروموسوم برعکس به شکل ریشه میگذرد، از شکل پیشوپلا به شکل ریشه میگذرد. دسپرلیزاسیا، دسپرلیزاسیای خروموسوم، دسپرلیزاسیا خروموسوم. سیوم جلد یادرو پیدا می شود، پیدا شوی جلد یادرو و یادروچه. جلد یادرو و یادروچه پیدا می شود، جلد یادرو و یادروچه پیدا می شود و در نتیجه بالاخره چه روی می‌دهد؟ سیتوکینز، سیتوکینز روی می‌دهد. سیتوکینز در اینجا کدام جا روی می‌دهد؟ سیتوکینز یعنی جداشوی هیستوپلازما. ببینید دسته مواد ژنتیکی در پرافاز دو این دو خیره بودن، دو این دو خیره. در متافاز دسته مواد ژنتیکی دو این چهارس، دو این چهارس دو خیره، دو این چهارس. در انافاز باشد، در انافاز ببینید، در انافاز در انای قطب، در نمی قطب این طرف اگر نگاه کنید ببینید خروموسوم ها این در اینجا جفتن که جفتی خود را دارن. خروموسوم جفت جای گیرن. خروموسوم جفتی خود را ندارن چی می شود؟ یک این اما دو اس، دو خروماتید دارن، دو تا کدین دارن، دو اس. در اینجا یک این دو اس. در بسیار جا شما میبینید چه خیلی شروع میکنن؟ دو ضربی یک این دو اس. وقتی همین حالت دید اگر دو تای کنم خیلی اینه یک این دو اس، اینه یک این دو اس، یک این دو اس، دو ضربی یک این دو اس. فهمو این در انافاز دسته مواد ژنتیکی. در تلفظ باشد الکی جدا میشود، در اینش میشود یک این دو اس، در دیگرش هم میشود چی؟ یک این دو اس. ببینید دسته مواد ژنتیکی در پرافاز شروع شد دو این چهار اس بود، اومد در تلفظ شد یک این. از دیپلوید به چی گذشت؟ به گاپلوید. دسته مواد ژنتیکی کراتن شد، دسته مواد ژنتیکی کراتن کم شد. از این رو چی میگن؟ میوز یک رو ردوکسیون کم شونده. اصلا این کم شوی در کدام دوره به عمل میاد؟ در انافاز الکی شروع میشد کم شوی و در تلفظ به آخر میرسد و میبینیم که دسته مواد ژنتیکی دو مراتب چی کم شد و این دو حجره نوی که حاصل شدن، دو حجره نوی حاصل شد. باز گفتیم چی میشود؟ جلد یادرو پیدا میشود و خروموسوم ها چی میشود؟ دسپرلیزاسیا شکل ریشه رو میگیرن و در اینجا چی پیدا میشود؟ جلد یادرو و یادروچه. یادروچه حاصل شده، جلد یادرو و یادروچه حاصل میشود و در اینجا دوره تلفظ به اتمام میرسد. حجره ها یک دوره کوتاه اینترکینز را از سر میگذرانند، کمی با ماده های برای خود ضرور حاصل میکنند. بعد از این شروع می شود میوز دو، باز از چی؟ از پرافازا که به میتوز مانند می باشد. حالا ما دیده می برایم میوز دو رو. حالا ما دیده می برایم چی رو؟ میوز دو رو، پرافازا دو، متافازا دو، انافازا دو و تلفازا دو. دسته مواد ژنتیکی حالا در پرافازا یک این دو اس است، یک این دو اس. و ببینید کدام حادثه روی میدهد؟ با مانندی میتوز میگذرد. پرافاز دو با مانندی میتوز است، یعنی یکم سپیرالیزاسیا خروموسوم با عمل میاد. سپیرالیزاسیا خروموسوم. دویم چی؟ جلد یادرو و یادروچه نصف می شود. کاریولما و یادروچه چی می شود؟ نصف می شود. سیوم سنتریولا ها با خوبه حجره حرکت میکنند
سنتریولاها با قطب‌ها حرکت میکنن و از سنتریولاها چی حاصل میشه؟ از سنتریولا تورهای اخرومتینی حاصل میشه. از سنتریولا تورهای اخرومتینی حاصل میشه. حاصل شوی تورهای اخرومتینی و در پرافاز ایدو کنیوگاتسیا کراسینگویر به عمل نمیآید. این است فرقیتش از پرافاز یک و مانندیش به چی؟ به میتوز. عیناً به میتوز مانند است، اما در میتوز دسته مواد ژنتیکی دیپلوید شروع میکرد و در پرافاز ایدو باشد گاپلوید یک این دو است و بعد از این دوره چی شروع میشه؟ دوره متافازه و ببینید ما چی گفتیم در اینجا جلد یادرو نصف می شود، یادروچه نصف می شود، جلد یادرو نصف یادروچه نصف می شود و علاقه دیگر خروموسوم ها چی هستند؟ خروموسوم ها گومولوگ نیستند، چون که اندازه این خروموسوم ها شکل آنها با هم دیگر چی نیست؟ مانند نیست و در متافازه باشد، در متافازه این خروموسوم ها چی میکنن؟ در متافازه صف میکشن. در متافازه در مرکز حجره در اکواتور چی؟ خروموسوم ها صف میکشن. در اکواتور حجره، در اکواتور حجره صف میکشن و از سنتریولا ها تورهای اخرومتینی آمده، تورهای اخرومتینی آمده با چی؟ با از سنتریولا تورهای اخرومتینی آمده. در اینجا چی دارن؟ کینتوخور، سفیده مخصوص برای پیوست کردن تورهای اخرومتینی. یعنی که با سنترومر خروموسوم ها چی میشود؟ تورهای اخرومتینی آمده پیوست میشود. یکم جریان دسته مواد ژنتیکیش، دسته مواد ژنتیکیش چیه؟ یکم دو است. حالا یا تغییر نیافته است. یعنی یکم جریان خروموسوم ها در مرکز حجره صف میکشن. در متافاز یک گفتیم خروموسوم های گومولوژیک جفت بودن، اما در اینجا جدا هم ببینید جفت در برش جفت ندارد. خروموسوم ها در همواری اکواتور صف میکشند و لوحچه متافازگی را حاصل میکنند. لوحچه متافازگی و دوم از سنتریولا تورهای اخرومتینی آمده در سنترومر خروموسوم ها پیوست میشوند که در کینتوخور تورهای اخرومتینی و سنترومر خروموسوم ها پیوست میشه. پیوست میشه و در نتیجه ببینید در نتیجه شروع میشد انافازه. در انافازه یکم جریان همین تورهای سفیده، تورهای اخرومتینی چی میشود؟ کوتاه میشود. تورهای اخرومتینی کوتاه میشود و در نتیجه هنگام کشیدن همین در ترکیب خروموسوم دو تا خروماتید است. همین خروماتید که خروموسوم های خواهری میگویند یا دختری از همدیگر جدا میشن و قطب حجره حرکت میکنن. ببینید در انافاز یک میوس خروموسوم به قطب رفتن، به قطب خروموسوم بوتون حرکت کرد، اما در انافاز دو به قطب حجره خروماتید حرکت میکنه. در میتوز انافاز میتوز هم به قطب حجره چی حرکت میکرد؟ خروماتید حرکت میکرد و در نتیجه
ببینید دسته مواد ژنتیکی در اینجا چگونه است؟ خروموسوم جفت خود رو ندارد، یک N جفت خود رو ندارند، از یک تاگی خروماتید عبارتند، یک S، اینم یک N یک S و شما میبینید دو ضربه چی؟ یک N یک S. این در انافاز دوی چی است؟ در انافاز دوی میوز. ببینید کدام جریان ها به عمل میاد. ما گفتیم تارهای اخرومتینی کوتاه میشوند، کوتاه شوی تارهای اخرومتینی تارهای اخرومتینی. دویم جریان حرکت خروماتید ها با قطب‌های مقابل حجره. حرکت خروماتید ها با قطب‌های مقابل حجره. حرکت خروماتید ها با قطب‌های مقابل حجره و در نتیجه دوره تلفاز شروع می شود و در حجره چی حاصل می شود؟ دو تا یادرو حاصل می شود. جلد یادروچه و انمی خروماتید ها در قطب‌ها جمع می شوند و از شکل خروموسوم به شکل دسپیرال به شکل ریشه میگذرند. دسپیرالیزاسیون خروموسوم به عمل میاد و آینده سیتوکینز میگذرد و این حجره ها از هم دیگر چی میشوند؟ جدا میشوند و دسته مواد ژنتیکی هاشون چی میشود؟ یک N یک S این دسته مواد ژنتیکی در تلفاز دو. یعنی جریان ها کدام جریان ها به عمل آمد؟ یکم جریان در حجره اول دو یادرو پیدا شد. در حجره دو تا یادرو پیدا می شود. بعد دویم جلد یادرو و یادروچه پیدا می شود. جلد یادرو و یادروچه پیدا می شود. سیوم دسپیرالیزاسیون خروموسوم به عمل میاد. دسپیرالیزاسیون این خروموسوم به خروماتین مبادل گردید و یادروچه پیدا شد. جلد یادروچه چی شد؟ دسپیرالیزاسیون خروموسوم و چهارم بعد چی میشود؟ سیتوکینز. اصلا سیتوکینز با تلفاز داخل نمیشود. بعد از تلفاز که به آخر رسید یادرو تقسیم شدن، بعد از این آخر تقسیم شده چی میشه؟ حجره ها از هم جلد سیتوپلازما حجره از هم دیگر چی میشه؟ جدا میشه. خلاصه از یک حجره اوله ببینید در نتیجه میوز از یک حجره اوله دو تا حاصل شد. این دو حجره آینده با میوز دو شروع کردن، از هر یک کدام اینها باز دو تاگی حاصل شد. خلاصه از یک حجره اوله 4 حجره آینده حاصل شد. از یک حجره دیپلویدی 4 تا حجره گاپلویدی حاصل شد که دسته مواد ژنتیکی دو کرات شد، کم شد. یعنی مواد ژنتیکی در نتیجه از این چی حاصل شد؟ حجره های جنسی و این حجره های جنسی که دسته مواد ژنتیکیش طاق است، بعد از باردار شدن نیمی دسته خروموسوم را دارد. بعد از باردار شدن نطفه با تخم حجره اگر آمیزش می‌یابد باز در نتیجه حجره چی را حاصل می‌کنند؟ حجره دیپلویدی رو حاصل می‌کنند. یعنی این حجره ها بعد از باردار شوی چی میشوند؟ دیپلوید میشوند. یعنی اهمیت بیولوژی میوز از اون عبارت است که افزایش جنسی رو تامین میکند و دسته مواد ژنتیکی رو دو مراتب کم میکند تا اینکه امکانیت فراهم شود برای دوباره باردار کردن، برای دوباره باردار شدن، یعنی آمیزش یافتن با تخم حجره که نطفه با تخم حجره. تشکر. بعد دقتتون.